سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قراره یه ویدیو داشته باشیم که هم فکت داره، هم جنجاله، هم شوخی، هم یه کوچولو آره. بریم سراغ کسی که این روزا همه جا اسمش پیچیده، نیوشا سارمی. حالا نیوشا کیه؟ بازیگر، مدلینگ، ژورنالیسته یا فقط یکی که یهویی معروفه؟ خب بذارین از اول بگم. نیوشا سارمی یه دختر ایرانیه که به خاطر چهره خاص، استایل متفاوت و البته یه سری ویدیوهایی که تو فضای مجازی منتشر شد ترکونده. حالا چرا ترکونده؟ چون اون ویدیوها نه رسمی بودن، نه تبلیغاتی، نه هنری. یه جوری بودن که نصف ملت گفتن این کیه دیگه؟ چرا ما تا حالا ندیده بودیم؟ تو ویدیوهاش یه چیزی بین جذابیت و راحتی بود، یه ترکیب خاص که ملت رو یاد سریالای ترکی انداخت، ولی واقعی تر. حالا کاری نداریم که لباساش یه کوچولو باز بودن یا مثلا من جستش هم یه ذره تابلو. مهم اینه که خیلی گفتن یعنی من کراش جدیدم رو پیدا کردم. بله دوستان، نیوشا سارمی رسما کراش ملی شده. تو توییتر، اینستا، حتی تو گروه های فامیلی واتساپ همه میپرسن این نیوشا چیه که اینجوری وایرال شده. راستشو بخواین کسی دقیق نمیدونه شغل هستش چیه. یه سری میگن مدل لباسه، یه سری میگن تو کار مجریگری، بعضی هم معتقدن فقط یه اینفلوئنسر که حواس همه رو پرت کرده. ولی مهم نیست شغلش چیه، مهم اینه که تاثیر گذاشته. حالا این وسط یه سری فکت هم داریم. نیوشا از ایران رفته، یعنی فعالیتاش تو خارج از کشور. ویدیوهاش اول تو تیک تاک پخش شد، بعد ریخت تو اینستا و یوتیوب. سبک لباس پوشیدنش برای خیلی‌ها عجیبه، چون بین سنت و مدرن. ولی جدی نکته اینه که چطور یه نفر میتونه با چند تا کلیپ ساده اینجوری ذهن ملت رو درگیر کنه. اینجاست که بحث تصویرسازی در فضای مجازی میاد وسط. یعنی اگه بلد باشی چجوری خودتون نشون بدی، میتونی یه شبه معروف بشی، حتی بدون فیلم سینمایی و کار خاص. ولی خب یه نکته مهمتر هم وجود داره. هرچی بیشتر وایرال بشی، حاشیت هم بیشتر میشه. یه عده شروع کردن حمله کردن، گفتن چرا اینطوری لباس میپوشه، چرا اینقدر تو دوربینه، چرا فلان، چرا بهمان. ولی همزمان یه عده هم شدن فن داتیشش. البته خودم هم یکی از اون، حالا فن نمیشه گفت ولی خب گرایش‌های داتیششم. نه اون گرایشه من. حالا بیاین جمع‌بندی کنیم. نیوشا سارمی یه پدیده است، نه به خاطر استعداد خاص یا جایزه بین‌المللی، بلکه به خاطر اینکه بلد بود تو فضای مجازی چجوری دیده بشه. یه جورایی نماد همون چیزیه که ماها همیشه راجبش کنجکاو بودیم، ولی تو ایران کمتر میدیدیم. و البته از وقتی معروف شده باعث شده خیلیا راجع به مرزهای آزادی، ظاهر و فرهنگ بیشتر بحث کنن. آخرش هم بگم اگه کراش زدین به نیوشا، طبیعیه نصف ایران الان تو همین حال و هواست. ولی لطفا برید یوتیوب و بزنید دنبال حقیقت، نه فقط ظاهر، چون پشت این فیلم ها همیشه یه داستان هست. یه گروه هکری به نام هنزل هم جدیداً ادعا کرده که به فیلم و تصاویری از نیوشا سارمی دست یافته، ولی خب هنوز هیچ نهاد رسمی اونو تایید نکرده. خود نیوشا یا افراد دور و بریش هم هیچ صحبتی راجع به این موضوع انجام ندادن. ولی بعد از هک شدن شبکه اینترنشنال این خبر مثل بمب صدا کرده. تا الان هیچ چیزی به دست ما نرسیده که اینا رو ثابت کنه. خب رفقا، دمتون گرم که تا اینجا همراه ما بودین. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفا لایک و سابسکرایب کنید. توی کامنت ها بگو دفعه بعد راجع به چی و کی صحبت کنیم. تا ویدیوی بعدی، خدای بزرگ رو به شما میسپارم.